پسر ساندویچ زبون آقا آماده است. امروز ببینید براتون چی آوردم. ساندویچ زبون نوستالژی. تا آخر این ویدیو با من باش که یه ساندویچ زبون درجه 1 بهت یاد بدم. فقط کارو بگیر. به 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 به، پیاز جعفری چی میگه؟ اوف. بریم تو کارش. خب مواد لازم اینجا 200 گرم زبون گوساله دارم که پختمش با یه دونه پیاز، یه دونه سیر به همراه یه دونه برگ بو. تقریبا یه 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت زمان میبره تا قشنگ بپزه. پوستش هم گرفتم، پوستش رو باید داغ داغ بکنید. به همراه خیارشور، نمک، فلفل سیاه، سس مایونز، روغن، پیازای خلالی، جعفری ساتوری، آب گوشت که همین آب این زبونیه که پختیم، گوجه و نون باگت. اول از همه سس رو درست میکنیم. سسش از اون سساست که خودش با سس درست میشه. سسا 2 دستن. یه سری سسا هستن که با ترکیب سسای دیگه درست میشن، یه سری سسا هستن که با ترکیب مواد اولیه خام درست میشن. بیس سسمون مایونزه، یه مقدار بهش نمک اضافه میکنیم، خیارشور هم بهش میزنیم. حواستون باشه زیاد نمک نزنید که بخواد شور بشه. یه رنده با رنده ریز خیارشور رو رنده کنید. فوق‌العاده سس خوشمزه‌ایه. کسایی که دوست دارن میتونن یه کوچولو سرکه سفید یا آب لیمو ترش هم بهش اضافه بکنن. یه کوچولو بحث اسیدیته سس. خب اینو همش میزنید که قشنگ یه دست بشه. یه ذره از این جعفریایی هم که این کنار داریم با سسمون مخلوطش میکنیم. خب این میشه سس توی ساندویچمون. اینو میذاریمش یخچال تا ما ساندویچمون رو درست میکنیم. اینم قشنگ طعما به خورده هم میره. به همین راحتی. یه پیاز جعفری هم اینجا قاطی میکنیم. پیاز جعفری به دلخواه، ولی من خودم تو ساندویچ زبون خیلی دوستش دارم. خب اینم قشنگ پیازا رو میزنیم. یه ساندویچ زبون نوستالژی بزنیم، یعنی حالش رو ببریم. فقط رخ کار رو ببین. این پیاز جعفری معجزه میکنه. این زبون رو با نوک یه چنگال شروع بکنید ریش کردن. خیلی راحت ریش میشه. بافتش عالیه. چقدر آخه این زبون لذیذه. یادش بخیر بچه بودیم میرفتیم ساندویچ زبون میزدیم. یه آقایی بود اسمش محمد آقا بود. من با پسرم پاتوقمون اونجا بود. یه نکته بگم، ببینید تو ساندویچ هم زبان هم برگر یکی از مهمترین قسمت هایی که اون طعم اون ساندویچ شما رو رویایی میکنه استفاده از تابع آهنی یا چدنیه. یعنی تابع تفلون شما اگه استفاده بکنید مثلا واسه ساندویچ زبون یا واسه برگر، 100 سال سیاه مزه اون تابع آهنیه یا تابع چدنیه رو ساندویچت به خودش نمیگیره. پس اگر امکانشو داری حتما یه دونه تابع آهنی یا چدنی استفاده کن. کسایی هم که ندارن حتما یه همچین تابعی رو بخرن، چون تابع‌های معمولا آهنی خیلی هم ارزون قیمتن، چون هیچ روکشی ندارن، یه تیکه ورق آهنن. حالا اگه چدنی بخرن که بهتر. من خودم الان دارم یه تابع آهنی استفاده میکنم. یه مقدار روغن میریزم کفش. حالا بعداً هم بهتون یاد میدم که چجوری این تابه رو حالت تفلونش بکنید و به قولی از اون حالت آهن بودن در بیاد و نچسب تر بشه. با شعله زیاد قشنگ بذارید، باید حالت تنوری بشه ها. قشنگ بذارید 2 آتیشه بشه مشتی.
خب یه خورده اینجا بهش ادویه هم اضافه میکنم، یه مقدار فلفل سیاه بهش میزنم. اینجا میتونید بهش پول بیبرم بزنید، پول بیبرم خیلی خوش طعمش میکنه، ولی تو اون چیز سنتیش پول بیبر نبودش. واسه اینکه طعمدار بشه یه خورده نمک هم بهش میزنم. نمکی که اینجا میزنید با نمکی که توی اون حالت آب میزنید خیلی فرق میکنه، طعمش رو قشنگ مزه‌دار میکنه. میبینید روغنش باید همینجوری کم باشه. این بغلاش میبینید حالت قهوه‌ای های تیره داره میشه، باید اینو انقدر تفتش بدید که همش حالت اینجوری بشه، ترکیبی از قهوه‌ای تیره و روشن بشه. این خیلی مهمه تو طعم ساندویچتون. میبینید این رنگو، ما این رنگو میخوایم که ایجاد بکنیم. اصطلاحاً به این میگن ماربلینگ گوشت. این ماربلینگا همون چیزایی که کسایی که عاشق گوشتن، این ماربلینگه که خیلی گولشون میزنه و دوباره میارتشون سر وقت خود گوش. حالا حتما برید در موردش توی گوگل سرچ بزنید، بخونید، اطلاعاتتون رو ببرید بالا. من توی کانال مرداد پز 2 چند تا ویدیو در موردش ساختم، برید ویدیوهای نژاد گاوها رو نگاه بکنید، مخصوصا گاو واگیو ژاپنی. اونجا میتونید اطلاعات خوبی از این ماربلینگ بگیرید کسایی که علاقه دارن. خب نگاه کنید الان این گوشتمون آماده شده، قشنگ این اون طعمیه که ما دنبالش میگردیم. حالا تو این مرحله یه کوچولو بهش آب گوشت اضافه میکنم. نگاه کن، این دیگه اون تیر خلاصیه که میزنیم به ساندویچ زبون که طعمش رو فوق‌العاده میکنه. بافت نرم، از اون ور تیکه های برشته شده. نکنید این آب گوشته طعمش اصلا یه چیز دیگه میشه با این آب گوشت. این الان آماده است که ما سروش بکنیم. حالا میایم این ور. من خودم عاشق این نونایی هم که یه خورده حالت خشک‌طور پیدا میکنه، خیلی اینا خوبن. خب حالا این سسمون هم که قشنگ آماده شده میزنیم به این دیواره ساندویچ که اصلا نگم براتون چی کار میکنه. خب این برش هم بزنید قشنگ. خب ترکیب پیاز و جعفری میره داخل. حالا نوبت چیه؟ نوبت اصل مطلبه. فقط اینجا رو داشته باش. من خودم عاشق این ساندویچ زبونم. اون مقدار زبان تقریبا واسه 2 تا ساندویچ کافیه. نکنید این یه ساندویچ پرملاته، انقدرم هنوز داخل ظرفم هستش. حالا یه مقدار سس هم میایم روش. اینم از گوجه هاش. حالا همه این کارا رو کردیم، یه چی میخواد. اون چیه؟ کاغذ کاهی. اینو میذاریم اینجا، تاشم میپیچونیم و اینم خدمت شما. ساندویچ زبون نوستالژی. بزنید بر بدن، حالشو ببرید. یادت نره که جات اینجاست. اگه با ویدیو حال کردی لایک فراموش نشه. کامنت هم دوست داشتی بذار، نقطه نظری هم دوست داشتی حتما توی کامنت ها بذار. من همه کامنت ها رو میخونم. دوستانی که حالا لطف دارن خیلی تعریف و تمجید میکنن که اصلا اونا بحثشون جداست و میگم لطف بیش از حدشون به منه.
دوستان سوال میپرسن سعی میکنم حداقل سوالاتو جواب بدم، ولی دوستانی هم که میگم لطف دارن مطمئن باشید همه رو میخونم. تا درود دیگه، بدرود، خیلی مخلصی.